دادگاه نویه سویت شهر نوسیبیرسک روسیه روز 20 اپریل سال 2023 به بررسی پرونده شهروند 27 ساله تاجیکستان خوشنود امرویف که در قتل بیرحمانه یک دختر 17 ساله مکتب خون عیبدار می شود آغاز کرد. خوشنود امرویف که خود را در همه جا به نام رمان معرفی می کرد، بر اساس ماده 105 کودکس جنایی روسیه به کشتار، بر اساس ماده 119 به دست کم 6 مورد تعدید کشتار و بر اساس ماده 117 به عذاب و عقوبت عیبدار می شود. خدمات مطبوعات دادگاه نویه سویت خبر داد که محاکمه این پرونده پشت درهای بسته می گذرد. در جلسه نخستین به عیبدار شونده عیبنامه اعلام گردیده، ترتیب تحقیق دلیل ها معین کرده شد و سپس این مرافعه پشت درهای بسته برای دعوت جبر دیده به تأخیر گذاشته شد. مرافعه نوبتی روز 27 اپریل دایر می شود. در خلاصه پرونده گفته می شود که مقامات تفتیشاتی امرویف خوشنود را به آن عیبدار می کنند که طی مدت طولانی در حدود نویه سویت شهر نوسیبیرسک از 3 اکتبر سال 2021 چندین بار به جبر دیده تهدید کشتن کرده در حالت مستی او را عذاب و عقوبت جسمانی و روانی میداد. شب 26 ایول سال 2022 تقریبا ساعت 22:00 دقیقه خوشنود امرویف در حالت مستی در زمینه خصومت شخصی نسبت به جبر دیده در جریان مناقشه بینشان جبر دیده را که از او میگریخت تعقیب کرده است و او را به زمین افکنده قصدا به اعضای حیاتت مهم بدن او تقریبا 17 ضربه کار زده است. در نتیجه این عملهای قصدانه امرویف و طرف دادن خون زیاد جبر دیده در جای حادثه جان داده است. دادگاه نویه سویت قبلا زمان حبس خوشنود امرویف را تا 13 سپتامبر تمدید کرده بود. طبری بامداد قبلا خبر داده بود خوشنود یا رمان امرویف روز 27 ایول سال 2022 در شهر نوسیبیرسک روسیه با اتهام کشتار بیرحمانه معشوقه سابقش انستاسیا دختر 17 ساله مکتب خان از شهر با نوسیبیرسک همسایه برتسک دستگیر شد. خوشنود امرویف در یک جلسه دادگاهی بعد بازداشتش به خبرنگاران گفت انستاسیا را خیلی دوست می داشت و او را برای خیانت کشته است. او همچنین گفت از کار کردهش پشیمان است.